سلام دوستان قند، با یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. سربازشکار یا ابله موضوع داغ این هفته بود تا زمانی که تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شنیدن نشد. یک تاجیک با لباس نظامی روسیه و تاجیک دیگر با لباس نظامی اوکراین. تاجیک در مقابل تاجیک قرار میگیرد. نخستین بولجبی های ترکمنستان عهد بردی محمدوی خوردی زنها حق کلان کردن لبهایشان را ندارند. دوام بیشتر از 2 هفته آخر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نوار و خبرهای زیاد در مورد سربازشکار یا احاطه‌گیری که همچون ابله و معروف است نشر شدند. پرواکنش‌ترین آنها نوار بازور به یک مسافرکش بدون رقم قید دولتی نشانیدن یک جوان در نزد دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین که در مرکز دوشنبه جایگیر است بود. شاهدان و یک آموزگار این مؤسسه به ژورنالیست دلیل امام علی تصدیق کردند که نفری که او را مجبوری به داخل ماشین بردند دانشجو است. آموزگار میگوید که بار دوم است که چنین حادثه به وقوع میپیوندد. این علاقه مرتبه دوم است که در دانشکده چنین حادثه رخ میدهد. صدای بلند دانشجو برآمد. ما هم از پشتشان نزد در برآمدیم که دانشجومان автомашина газели бе рақами қайд давлатида бор кардан бурдан шахсони номаълум либосҳои кӯчагӣ будан бигем. نوار دیگر هم که کمی دورتر از بینای دانشکده صنعت تصویری ثبت شده است نشان می‌دهد 3 مرد یک جوان را مجبوری داخل تاکسی می‌شینانند و جوان با صدای بلند فریاد می‌کند. بعداً معلوم شد که او کارمند تلویزیون دوشنبه بوده است. در مورد حالت اول تا ساعت آماده شدن این نشر هیچ مسئول چیزی نگفته است، ولی حالت به ارتش سفربر کردن ژورنالیست را در وزارت دفاع تصدیق کردند، اما گفتند آن ابله نبود. اما به فرق از ژورنالیست تلویزیون دوشنبه تقدیر دروازه‌بان دسته خوجند بلندی کرد. او را پس از چند لحظه ابله شدنش به خاطر آنکه در بازی‌های جام آسیا همچون دروازه‌بان منتخب ملی تاجیکستان برآمد می‌کند رها کردند. مقامات دوام این همه سالها که کلمه ابله به یک واژه سر استعمال تبدیل یافته است یگان مراتب موجودیت آن را اعتراف نکردند. اصلا در تاجیکستان 2 موضوع هست که مسئولین هیچگاه اعتراف کردن نمی‌خواهند. یکی همین ابله یا سرباز شکار و دیگری لیمیت برق. این هفته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باز صدای تیر شنیده شد. حادثه شام 12 اپریل در بین دهه خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروفی سوخت و دهه باربادوک ناحیه لیلک بادکند روی داد. در نتیجه یک سرباز 27 ساله تاجیک بر اثر زخم تیر به هلاکت رسید. در پی مذاکرات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان زیر 3 پروتکل امضا گذاشتند. عموماً شماره دقیق پروتکل های امضا شده با جانب قرقیزستان را گمان است که کسی حساب کرده باشد. هر بار که وضع بحران می شود هیئت ها می نشینند و چند پروتکل را امضا می کنند و می روند و بعد چند وقت باز ناآرامی، باز تیرپرانی، باز به خون آغشته شدند و باز روچکه و امضا و پروتکل. اما مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین که به این هم نتیجه دلخواه نداشت احتمال دیگر ادامه پیدا نکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اخیراً هشدار داد که اگر روسیه نظامیان اوکراینی را که در ماریوپول در محاصره قرار دارند بکشد با مسکو هیچ مذاکره نخواهند کرد. از این پیشتر روسیه به سربازان و افسران اوکراینی ماریوپول فرصت داد تا تسلیم شوند، در صورت رد کردن آنها را محو میکند. به نظر میرسد با گذشت هر روز وضعیت جنگی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شدن دارد و امید برای ختم زودتر نزاع دیده نمی شود. ولی یک موضوع دیگر که به واسطه به ما هم مربوط می شود اشتراک تاجیکان است که متاسفانه حضورشان در هر دو سنگر هم تصدیق می شود. البته آنها به واسطه از تاجیکستان نرفتند و شاید بعضیشان حتی شهروندی کشور ما را نداشته باشند. آنهایی که شهروندی روسیه را دارند و الکی در مورد کشته شدن چند نفرشان خبرها پخش شد و هم آنهایی که شهروندی اوکراین را دارند. خدا نکند که دو تاجیک حتی در یک کشور دیگر مقابل هم قرار بگیرند.
ما این تجربه تلخ را در کشور خودمان داشتیم و تا امروز زخم‌های آن تازه نشده است. و موضوعی که در سایه جنگ روسیه و اوکراین ماند، زخمی شدن صدها فلسطینی از سوی نظامیان اسرائیلی در بیت المقدس است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه قبل از نماز بامداد وارد مسجد الاقصی شد. بیش از 150 فلسطینی در پی استفاده تیرهای رزینی، نارنجک‌های گیج کننده و کلتک‌های رزینی مجروح شدند. این بار اول نیست که در ماه رمضان در پی برخورد پلیس اسرائیل ده‌ها فلسطینی زخمی یا کشته می شود. زنهای ترکمنستان را از حق بوتوکس، محو کردن آژانگ‌های روی، گذاشتن میژه، افزایش لب‌ها و حتی استفاده ناخن‌های صنعی منع می‌کنند. کارمندان کاشانه‌های حسن را برای چنین خدمت‌رسانی‌ها به زنان تا 15 روزی حبس تهدید می‌کند. این قضیه نشان می‌دهد که سردار بردی محمدوف که به تازگی در کرسی پرزیدنتی تکیه زد، در مدیریت کردن کشور از پدرش کم آمدنی نیست و با این طرز البته در آینده نزدیک خواهیم دید که چطور او در تیرپرانی، دوچرخه سواری، اسب دوانی و صدها هنر دیگر به قول کمپیر سایره پدرش را به یک نول میزند. در عهد بردی محمدوی کلانی زنها از گذاشتن دندان طلا، پوشیدن شیمی جینز، رنگ کردن موی سر و پوشیدن کرته‌های تنگ محروم بودند. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ارائه‌تان را نویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدید. تا بازدید، خدا نگهبان. خیر.